بعد 40 شب چهارشنبه تصمیم گرفتم بیام مسجد کعبه. گفت یه شب موندم دازو از اون صبح گفتن نماز صبحم و خوندم اما هنو هوا تاریک بود. کار داشتم نجف، گفتم 11 کیلومتر و پیاده بیام زودتر به نجف برسم. یه خورده از مسجد سهل دور شدم، یه وقت دیدم از پشت سرم صدای پا میاد. وحشت کردم، یه وقت دیدم یکی دست به شونم میزنه، بیشتر ترسیدم. کیه؟ صدای از مولا عبدالحمید غزنوی، تو نمیخوای با امام زمانت بیعت کنی؟ گفتم امام زمانم کجاست؟ گفت ببین پشت سر همون عربی که چند تو گوسفند و گفت جلوش انداخته داره میاد و لباس شبانی و چوپانی برش کرده، همون مهدی فاطمه. گفتم آقا کجا میره؟ گفت نجف میره. با خودم گفتم اگه نجف بیاد حتما خبر میرسه به گوش شیخ مرتضای انصاری. اگر این مرجع تقلید با این آقا بیعت کرد و گفت راست ای امام زمانه، منم دست بهش میده. همچی چند قدمی یواش یواش اومدم، یه وقت تو فکر رفتم. گفتم خب اگه این امام زمان باشه بعد ایجو بی ادبانه جلو اجرا میری، تو برگرد با این بیا، اگه بود زیر بارش برو، اگه نبود نه. گفت چارمو برگردوندم برم با این آقا بیام، دیگه کسی رو ندیدم. اینم مرتبه دوم که آقا را دیدم، دیگه محضرش نمزیدم.